مرده را راه دور بردن جایز است یا جایز نیست؟ امام سرخسی رحمت الله علیه از قول امام محمد میگوید که مکروه است. مقصد از همین در کولا وفات میکند میگیرن خاولینگ میبرند، در کولا وفات میکند میگیرن مثال دوشنبه میبرند، یا در دوشنبه وفات میکند گرفته کولاب میارن و دیگر. همین امام سرخسی خدا رحمت و مغفرت چون کند از سخن قول امام محمد گرفتن گفتن مکروه است، بردنش درست نیست گفتن. لیکن خدا رحمت کند با صاحب فتاوای خلاصه را که دیروز من نگاه کردم، همین بابا این سوال خواستم نگاه کنم، اونجا گفته است تا 4000 میل، اگر یعنی 1 میل یا 2 میل اگر مرده را دور برند این یگان ضرری ندارد. 1 میل در شریعت 4000 قدم است. 4000 قدم گویم اگر 50 سانتی متری گیریم 2 کیلومتر، تا 2 کیلومتر گفته است صاحب فتاوای خلاصه گفته است که باکی ندارد. و بعض صاحبای کتاب گفتن این 2 میل 4000 گز می شود. یک گز 91.5 سانتی متر، گویم که قریب 4 کیلومتر. اگر مرده را دور برند اینم باکی ندارد. لیکن امروز در همین شرایطی که ما و شما داریم بهترین صورت همین است که ما راه دور نبریم. خوبترین صورت چون در همون نزدیکترین منزل برده مرده ها ما جای میکنیم. اگرچه وصیت هم که کند وصیتی او بیکاره است، وصیتی او را ما در حال حیات میگیم میلش به جان قبول، لیکن جان که به حق تسلیم کرد همون نزدیکترین منزل در برده گورش میکنیم.